موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخبار عمومی که با ماده 29 پیش بینی شده است، عهده‌داری ژورنالیست پیش بینی میکند. یعنی ژورنالیست عهده‌دار است. آیین‌نامه فعالیت ریداکسیون واسطه اخبار عمومی را که با وی مناسبت مهنتی دارد رعایت کند و از روی نشانه‌های آن عمل نماید. صحیحیت اخبار گرفته‌اش را سنجد. پیش از نشر مواد مصاحبه آماده کرده شده را با سرچشمه آن موافقه نماید. خواهش شخصی را که اخبار دادند درباره ذکر مؤلفیشان قانع کنند با شرطی که این خبر بار اول انتشار می شده باشد. اجرای سپارش را که سرمحرر یا محرر و شهروند یا ریداکسیون واسطه اخبار عمومی داده است رد نماید با شرطی که آن مخالف قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. حقوق آزادی ها، منفعت های قانونی انسان و شهروند، حقوق و منفعت قانونی تشکیلات ها احترام کند. هنگام اجرای وظیفه کسبی شهادتنامه و یا دیگر حجتی که منصوبیت او را به واسطه اخبار عمومی تصدیق می نماید پیشنهاد کند. اینچنین واسطه های اخبار عمومی را با مقصد دخالت کردن به حیات شخصی، دیده و دانستن نشر کردن خبر و مواد بردارو، معلومات های تهمت و تحقیرآمیز که شأن و شرف و اعتبار کاری شخصان واقعی و حقوقی را پس می‌زند استفاده نبرد. ژورنالیستانی که به ما مراجعت میکنند اوید به گرفتن یاری حقوقی در تهیه کردن یگان مواد ژورنالیستی، آنها اکثرا ما از اول آنها رو مصاحبه میکنیم و در وقت مصاحبه عمل و بایشون میفهمیم که آنها تا نزد حقوقشناس اومدن چه عمل‌ها اجرا کردن برای جمع کردن اطلاعات که آن را به نشر بردنی هستند. از آن معلوم می شود که قسماً در بعضی حالت ها نارسایی ها در تیار کردن مواد، نارسایی ها پیش بینی دیده می شوند. نارسایی در فعالیت ژورنالیستان که آنها را ما حقوق شناسان با قانون مقایسه کرده و آنها توصیه ها میتیم که همین نارسایی ها برطرف کرده شوند. یعنی که بالانس در مقاله وقتی که از باره تنقیدی مقاله تیار کرده می شود، در آن باید که بالانس رعایت کرده شود، یعنی توازن. توازن معنی آن رو دارد که شخصی که اینیتسیاتور یعنی سرکرده همین آماده کردن همین مواد فکر او باید باشد، فکر آن تشکیلات یا اداره یا که مقاماتی که زیر تنقید گذاشته می شود فکر نمایندگان آنها باید یا راهبران آنها باید در همین مسئله. پس آن باید که از دیگر منبع ها اطلاعات ها گرفته شوند، باید به حسابات ها، باید به حسابات آماری که دسترس آزاد باید باشد و پس از این همه جانبه وقتی که اطلاعات همه جانبه گرفته می شوند بعد امکانیت است که و نشر برود. یعنی عهده‌داری خودش ژورنالیست باید به صحیحیت اطلاعات سنجش گذاروندنش ما در نظرش بگیریم. اکثرا وقتی بحث‌های سودی می شوند که از یک طرف همچون جوابگر نمایندگان وسایل اخبار عمومی برآمد میکنن، اینچنین ژورنالیستان در آن وقت از طرف دعواگران نسبتشون یک قسم دعوا از اون عبارت که ژورنالیست یعنی صحیحیت همین منبع اطلاعات گرفتگیش با واقعیت اصلی کار نسنجیده
نشر کرده است. وقتی که سخن درباره آزادی سخن می رود، ما باید دونیم که آزادی سخن این حقوق محدود، دایره محدود می باشد، یعنی به محدود بودن نمی تواند. وقتی که ژورنالیست حقوق یک نفر گرفته درباره یک نفر، موقع یک نفر خود شخصی حقوقی را به نشر بروردنی است، باید که حقوقی منفیت دیگر شخصان واقعی یا حقوقی را باید به اعتبار گیرد. و وقتی حقوق یک طرف تمام میشن، برخوری میکنن با حقوق سوم طرف یا که دوم طرف، باید که این هم ژورنالیست به نوبت گیره حقوق دیگر شخصان پایمال کردن و هیچ کس حقوق داده نشده است. برای به خاطر آزادی سخن گفته به محدود اطلاعات برآورده چاپ کردن یک طرفه، این هم ممکن نیست.